سلام و درود. اومدیم با یک کار جدید و شیک. انگشتر 3 جواهر بریلیان، عقیق و فیروزه نگین دور. مراحل طراحیشو 0 تا 100 انجام بدیم. همینطور که میبینید سایز نگینامون رو انتخاب میکنیم نسبت به ابعادی که مورد نظرمونه، سایز نگینمونه. سایز نگین رو که گرفتیم، کرو یا خط دور نگینمون رو میگیریم، اندازش رو آفست به داخل میدیم که حجم و کارمون رو مشخص کنیم. حجم رو بهش میدیم. دوستان ببینید، ما 50% کارمون اندازه هامون رو چشمی انجام میدیم، چون وزن برامون مهم نیست، مهم کاره. البته به درخواست خود مشتریه، ولی یه سری کارا چون وزن برامون اعلام میکنم باید ابعاد بهش بدیم، اندازه بهش بدیم تا اون وزن مورد نظر به دست بیاد. حالا نیم گرم پایین تر بالاتر تفاوتی نمیکنه، ولی چون ما تو این کار محدودیت وزنی نداریم، یه سری ابعاد و اندازه ها رو دلخواه انجام میدیم. تو تر همچنین که تو این تر داریم میبینید، اندازه های وسط ها گرفتیم، اندازه نگین دورش هم میگیریم. سایز نگینمون 1.7 میلیمتره که یکیشو انتخاب میکنیم، میایم جایی که قرار بگیره میذاریم. بعد تعداد نگین رو مشخص میکنیم که چه تعداد سنگ میبره. این تعداد رو ما از قبل انجام دادیم، دیدیم بهترین تعداد یا زیادترین تعداد این مقدار سنگ، این مقدار بریلیان روی کار میشه. بعد حجم زیر نگینا رو درست میکنی، همون صفحه که نگینا روش قرار میگیره. خب نگینا گذاشتی بودیم یکم فاصله داشت دیوار، میاریمش پایین طوری که با سطح اون صفحه یکی بشه. نگینامون رو که انجام دادیم، صفحه رو که گرفتیم، انتخاب کردیم نگینامون، بعد میایم براش چنگ میذاریم که این نگینا رو نگه میداره. اینجا ابعاد چنگ رو میدیم، ضخامت ها رو بهش میدیم، اندازه چنگ رو بهش میدیم تا چنگ مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. قبل اینکه تایید بدیم قشنگ چک میکنیم چنگامون رو دقیق باشه، چقدر از نگین رو بگیره که موقع مخراج کاری یا سوارکاری نگینا به مشکل نخوریم. خب چنگای نگینای بریلیان تموم شد. میریم سراغ چنگای نگینای وسط که اکثرا چنگا رو گرد میگیرن، ولی ما اینجا
به خاطر که گوشه های نگین قشنگ گرفته بشه چنگ مربع یا مستطیل میگیریم، حالت 4 گوش. میرور میکنیم این و پایین، میایم سر جاش قرار میدیم، میکشیمش پایین. چنگای نگین وسط و چنگای نگین بریلیان تموم شد. بعد میایم نگین وسط گوشهاشو میگیریم، یک کم حالت پخی براش میدیم چون نگین قشنگ روی دیواره جا بخوره، فاصله زیاد نگیره. به این شکل کل کار رو میگیریم گروپش میکنیم، همه رو یکی میکنیم. میخوایم کاتر نگینا رو بزنیم، یعنی جای نگینا رو خالی کنیم رو صفحه. اینم چون ما از قبل کار کردیم کاتراشو حدوداً چشمی یا نرمال انجام میدیم. اون ابعاد مورد نظرمون رو تایید میکنیم تا جا نگینا رو در بیاریم. کاترمون تایید شد، دیفرنس میزنیم جای نگینا قشنگ زیرش خالی بشه به این شکل. کارمون تا اینجا تموم شده. اون گل وسط انگشتره و دوتای کنار. میخوایم حالا حالت زیربندی یک صفحه صاف بیاریم پایین. خط و کنار رو میگیریم و آفست میدیم به داخل حدود 6 دهم یا در 60 به ضخامت 60. حجم میدیم بهش، اون اندازه که مد نظرمون رو میاریم پایین. حالا یکی عدد میده، یکی مثل ما چشمی انجام میده. گل به این شکل میشه. نمای کلی انگشتر مایه رینگ سایز رو داریم. گلی که طراحی کردیم نسبت به رینگ سایز میاریم بالا، ارتفاع مورد نظر خودمون رو تنظیم میکنیم. بعد میایم روتیت میکنیم چون ما 3 تا گل از این کارو میخوایم. قراره یکی روش فیروزه، عقیق و دور سفید به جای نگین وسط کار بشه و دور این نگینا بریلیان کار میشه، اون نگینای ریز. سه تا گلمون قشنگ تنظیمه.
حالا به رینگ سایز حجم میدین، بوت ساید میکنیم. میخوایم زیر این گلا گرد بشه نسبت به خود انگشتر. دیفرنسش میکنیم به این شکل. این اضافه هاشو حالا میخوایم پاک کنیم. دوباره بهش حجم توپر میدیم، دیفرنسش میکنیم. به این صورت. خب حالا میخوایم بازوی کار رو درست کنیم. حالا هر کس به یک روشی انجام میده، یکی مقطع میده، یکی حجم میده. با ابزارهایی که داریم انجام میدیم. از رینگ سایز آفست میدیم به اندازه مورد نظرمون، مثلا 1 میل. بعد با استفاده از ابزاری که داریم تا جای گل خطمون رو امتداد میدیم، جایی که نیاز داریم. این بازوی کاره که یک کم از گوشت و کار رو بگیره. همینطور که میبینید از اینجا یه خط میگیریم به رینگ سایز، یا از رینگ سایز عبور میدیم، اضافه هاشو پاک میکنیم. بعد اینا رو جوین میکنیم، میرور میکنیم اون و سمت چپ. خطا رو میگیریم و وسط اضافه از پاک میکنیم. دوباره خطا رو با هم جوین میدیم. بعد اون خطا رو میگیریم بهش حجم میدیم، بازیمون رو توپر میزنیم. این هم اندازه شما نسبت به گل کار دلخواه انجام میدیم. یه اندازه‌ای که مد نظرمون. بعد میخوایم بازو رو به صورت هفتی انجام بدیم. این الان صاف که از بالا باریکتر و از بازو پهن‌تر باشه. میشه مدل هفتی یا هشتی بهش میگن. یه خط میگیریم. حالت اینی که ما میخوایم خودمون کاتر درست کنیم که چه مقدار باشه، چه مقدارش پاک بشه. اینجا دایرکشن میزنیم، یه صفحه به ما میده، صفحه رو بهش حجم میدیم. بعد میرور میکنیم به سمت راست انگشتر. بعد یه دیفرنس میزنیم، صفحه اضافه رو پاک میکنیم. گل کارمون از این زاویه شده حالت هفتی، یعنی از بالا باریکتر، از پایین پهن‌تر. خب میایم اینجا توی کار رو خالی کنیم، یکم وزن و کار رو سبکتر کنیم. میشه حالت تو خالی کردن بازو که تو وزن تاثیر داره 100%.
میایم برای تو خالی کردن بازوی انگشتر. به این شکل کار تو خالی میشه. و دوباره بازو رو بازش میکنیم، اونا رو حذف میکنیم، بازو اصلی رو میذاریم روش، جوین میکنیم. این کارمون شد تو خالی. اینم از گل کار. نگینامون رو خاموش میکنیم، همه رو میگیریم گروپش میکنیم، یعنی یک دست. تمام. بعد از طراحی و پرینت و اینا میدیم ریختگریاشو انجام میدیم و سوهنکاریاشو میایم اینجا انجام میدیم. بعد از اینکه سوهنکاریامون تموم بشه میریم برای سنباده زدن یا پوست زدن و پرداخت زدن کار. باید این کار رو به صورت صیقلی انجام بدیم، صاف باشه، پرداخت جلاش اینجا خورده. این قبل از سوارکاری نگینه و تمام.